دوستان عزیز، امروز برخلاف دیگر روزا صبح زود آمدیم به قراریاب و این مردم سفید پوشه که میبینین، این جوانای سفید پوشه شاگردای مکتب استقلال هستند. خوش رنگتر شده است. همین رنگ آفتاب که دیگه میزند، دوستان عزیز داغ میزند تا یک رنگ افرنگ جور میکنن و اونمو بسیار زیبا ساخته شد. دیگه این طرف هم دوستان عزیز این مردم هستن، استاد هستن، آبشم شمال هر طرف پاشان میکنه. دیگه میبینید فراره آبش چقدر پاک است دوستان عزیز. آبش ببینید بار اول است میبینیم آبش پاک است یا حتما تخلیه شده. ما میبینیم این جاده یک قدر فرصت است، اولین بار است. یعنی ما حتی در روزای عید آمدیم به این فرصتی کال است ندیدیم، وگرنه قدر چی هم نیست، ساعت 8 صبح است. دیگه نمیفهم که چطور هنوز دکاندارا باز نکردن بسیاری از مغازه ها را. طرفم دوستان عزیز خیرخواه مارکت که در وقت جور شدنش خوب غوغا کرد و مردم. سلام و درود خدمت شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان عزیز. روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، امروز آمدیم که دوباره از فراری آب دیدن بکنیم. ما تو بریم به طرف پل خشتی دیگه. بله، در پل خشتی از راه جاده نادر پشتون شهر کابل. دوستان عزیز، امروز برخلاف دیگر روزا صبح زود آمدیم به فراری آب و این مردم سفید پوشه که میبینین، این جوانای سفید پوشه شاگردای مکتب استقلال هستند که به طرف مکتب میرن. میدیگم هتل سینای شهر کابل و این طرف هم بانک دوستان عزیز، بانک ملی افغان و در افغانستان بانک. دیگه مردم هم میبینین که به سر کار هر کس روان است، هر کس در کار خود رفته میره و کلگی مصروف همون کار و بار خود است. فراری دوستان عزیز همچنان روشن است و در بلندامو تو میدرخشد. دوستان عزیز شاید براتون سوال باشه که چرا همگی از این طرف سرک میره، چرا اون طرف سرک خالی است؟ چون که ببخشید دوستان عزیز، چون که تابستان است و هفته هم مستقیما در همون طرف میزنه و به خاطر زمین مردم از طرف سایه میرن دیگه، وگرنه بعد از شاش یک نفر از این طرف قدم نمیزنه. یک نفر این طرف پیاده رو هم نداره دوستان عزیز. این طرف هم موترهای لاینی میرن، تاکسی ها هستن دیگه. دیگه فراری هم روشن است، میریم دور میزنیم. متعلمین عزیزم در تصویر میبینید سینمای آریانا همچنان در روبروی ما هست. صدای زرن زدن ترافیک ها همچنان میه. منظورم از زرن زدن دوستان عزیز موترها را میزنن. فراری ها چه یک روشنی داره، چه یک آب داره دوستان عزیز. برقش قوی است یا هر چیز دیگه. امروز قوی تر است از دیگر روزا کرده. شاید متوجه شده باشین، من که از نزدیک میبینم از دیگر روزا کرده قوی تر، زیباتر و خوش رنگتر شده است. همین رنگ آفتاب که دیگه میزند، دوستان عزیز داغ میزند تا یک رنگ افرنگ جور میکنن و اونمو بسیار زیبا ساخته شد. دیگه این طرف هم دوستان عزیز این مردم هستن، استاد هستن، آبشم شمال هر طرف پاشان میکنه. دیگه میبینید فراره آبش چقدر پاک است دوستان عزیز. آبش ببینید بار اول است میبینیم آبش پاک است یا حتما تخلیه شده و دوباره استفاده شده در این روز یا امروز، وگرنه روزای دیگه حتی نمی باشه. منظور از این که آبش قدر پاک نمی باشه به اندازه امروزی. طرف هم میبینید دیگه دوستان عزیز آب پاشانک است، به خاطر کشی هم می طرف میزنه، شمال هم می طرف میزنه. این اینجا دوستان عزیز کلان آب میه، شمال هم می طرف است. اینی بیادرم هم بخیر جایش خیست. بریم زود که ما تر نشیم. جنراتورها اگر روشن است دوستان عزیز، اما بازکایش سرسرش میایه. اینجا که سرش هم میشنوین و چهار
راهی پشتونستان شهر کابل دوستان عزیز. این طرف دیگه معلوم نمیشه دوستان عزیز، به خاطر که این فراره یک ذره بلند است، دم آب گرفته. اون طرف مگم بسیار خوبش است. آبش دوستان عزیز امروز زیادی پاک است، بسیار خوبش است از دیگر روزا کرده. انشالله که همیشه همونطور باشه. میبینید لیوان آب دوستان عزیز ریخته میره. این طرف البته دوستان عزیز این فوارگکاش هم خاموش است، یا بند است یا خاموش است. از اون طرف خوب به شدت میزنه، اون اولیش که از اون طرف و اون دومیش، اما این طرف این چند دانه که بند هستن این یا باز یک نمود از این طرف گرفتن. دیگه دوستان عزیز شاهراهی پشتونستان لوحیش هم که اینجا میبینید این سنگار هم تازه ایجا آوردن دوستان عزیز، فکر کنم از سابق نبود. این سنگار تا به این طرف آمده. دیگه ما شما تو بریم دوستان عزیز به طرف جاده نادر پشتون. کم کم جاده نادر پشتون هم دوستان عزیز دیگه تازه مردم ها دکان ها رو باز میکنن. چهارراهی هم به مو خاطر فرصت است، وگرنه در این وقت و در این زمان این چهارراهی هرگز فرصت نمی باشه دوستان عزیز. به این شکل کار میبینین، به این شکل هرگز نبوده. هر وقتی که ما آمدیم یاد من نمیاد یک سال یک قدر چهارراهی فرصت بوده باشه و قدر موترها با آسانی بتونن رفت آمد کنن. خب دوستان عزیز دیگه بریم کم کم تو جاده نادر پشتون شهر کابل، بازم تو دیگه طرف پل خشتی. صبح دوستان عزیز آدم یک قسم انرژی دیگه می داشته باشه، نه او قدر انرژی که آدم منفجر شوه و نه او قدر انرژی که آرام بونه. دیگه این کاملا ما حس کردیم. یک قسم انرژی متوسط می داشته باشه، آدم تازه می باشه به انجام تمام فعالیت ها. دیگه اینمی صبح است که باز تصمیم میگیره که آدم در طول روز خوشحال بمانه یا غمگین. دیگه اگر نشاط شنیده باشین یگان تا میگم روز خراب آغاز شد، دیگه کل روز خراب میشه و تمام روز خراب میگذره. حالا دوستان عزیز دکان ها هنوز بسته است. جاده رو ببینید چقدر فرصت از دوستان عزیز. جاده رو ببینید، اولین بار از زندگی دوستان عزیز که ما میبینیم این جاده یک قدر فرصت است. اولین بار است. یعنی ما حتی در روزای عید هم آمدیم به این فرصتی کال است ندیدیم، وگرنه قدر چی هم نیست. ساعت 8 صبح است دیگه. نمیفهم که چطور هنوز دکاندارا باز نکردن بسیاری از مغازه ها را. طرف هم دوستان عزیز خیرخواه مارکت که در وقت جور شدنش خوب غوغا کرد و مردم خوب زیاد دوستش داشت و البته دوستش دارن، چون یکی از بهترین ساختمان های زیبای شهر کابل و مرکز فروش است. این هم دوستان عزیز این توفه ها را که میبینین به خاطر عزیز که هر کس 3000 افغانی تا 5000 افغانی ده بخره، باز ثبت نام میکنن شده این لوازم و باز میتونه که برنده شود در قرعه کشی. یک رستوران هم به نام رستوران بیروت در اینجا جور شده که در این وقتهای آخر دوستان عزیز خوب رونق کرده و سرزبانا هست کمتون. این طرف جاده دوستان عزیز باز بیروار داره، طرف جاده بیروار هست. مردم دیگه نو دوستان عزیز دکان ها رو باز کرده میرن. شهروالی کابل همونه دوستان عزیز تمام جنگلی ها و کثافات جمع کرده و اینه میبینید که کلگی تازه مصروف کارابار خود هستن و روز آغاز کردن. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین. یعنی هم قمر از دوستان عزیز تا ویدیو بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روز روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.